سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی. سوالات زیادی رو شما داشتید در مورد ECUهای یسون، انواع ECUهای یسون، نحوه پروگرام کردن اونها و مهمترین چیز کالیبراسیون ECUهای یسون. من مختصرا خدمتتون عرض کنم در این ویدیو. امروز 20 شهریور 1403 هستش. در بازار ایران ما 4 مدل ECU یسون داریم. ECUهای 05 که مشاهده میکنید، ECUهای 06، ECUهای 07 و جدیداً ECUهای سری 16. خدمتتون عرض کنم ECUهای 05 یا همون سفید که در بازار ایران شناخته میشن، ECUهای 06 یا همون نقره‌ای و 07. خدمتتون عرض کنم این نوع ECU ها هم از نظر برنامه کالیبراسیون و هم از نظر سخت افزاری با هم متفاوت هستن و ما میتونم بگم که ECU خوب و بد نداریم. حالا به طور مثال مثلا ECU 07 ECU هستش که زیاد محبوب نیست. ECU محبوب مثلا بین تعمیرکاران ECU 06 هستش. منتها بهترین ECU هستش که سرعت پردازش خیلی خوبی داره، ECU 05 هستش. جدیدترین نوع ECU یسون هستش در بازار ایران که همینطور که دقت میکنید از نظر سخت افزاری با هم متفاوت هستن ECU ها. منتها ECU 05 ECU خیلی خوبی هستش و شرکت یسون تمامی کالیبراسیون رو جدیداً روی ECU 05 پیاده میکنه. حالا ما به دلخواهی دونه ECU ها کامل سالم هستن. من اینو خاطر شما میام و رایت میکنم. بنده سال 97 خوشبختانه موفق شدم که ECU پروگرامر ECU یسون رو بسازم. همینطوری که مشاهده میکنید ECU وصل هستش. پروگرامر ساخت بنده است، سال مال خیلی وقت پیشه و همینطوری که مشاهده میکنید حالا توضیح میدم که تمامی کالیبراسیون ها در اختیار بنده هستش. حالا مثلا به فرض حالا یه دونه ECU رو مثلا ما انتخاب میکنیم، مثلا 0943. خب گزینه گو رو که میزنیم ECU میره برای رایت کردن. تو ببخشید این نور خیلی بکنم بعدا شما رو اذیت میکنه. خب تمامی کالیبراسیون ها در بازار ایران در اختیار بنده هستش. بنده هیچ گونه فایل ناشناخته ای نمیدونم. یک سری از دوستان میان حقه بازی میکنن، میگن دروغ میگن این فایل ها خارجی هستند، دامپش هنوز نیومده، ناشناخته است، قفل. اینها همه حرف هستش و من خواهش میکنم از همکاران عزیز به خاطر اینکه دچار مشکل نشن حتی الامکان از دستکاری کالیبراسیون های ECU ها خودداری کنن. البته خوشبختانه بنده توان این رو دارم که تمامی ECU های یسون، ECU های بوش 8 رو، تمامی دلفی های MT05، MT052 و MT053 رو در صورتی که خاموش کردید یا مشکلی براش پیش اومد دوباره براتون روشن کنم با دستگاه های اصلی، کالیبراسیون های بروز. این کالیبراسیون هایی که شما مشاهده میکنید اینجا تماما 2021 به بالا هستن. اون کالیبراسیون هایی که قبلا مال من بود و متاسفانه سرقت رفت اونها مال سال 2017 و 2018 هستن که شما کار میکنید و معمولا خطاهایی چراغ چکش روشن میشه با خطاهایی مثل سنسور اکسیژن و نمیدونم خصوصا خطای رله. لطفا این کارو نکنید دیگه. خلاصه خب دستگاه اصلی یسون هستش که ما میتونیم کلا خطاها رو بخونیم. من یه دونه کابل هم از قبلا ساختم، حالا باش MC8 هم من رایت میکنم، ولی حالا یه دونه خروجی هم دادم اینجا، یه پین هم دادم اینجا که بتونیم. خب ECU دیاگ اومد بالا خوشبختانه. خب داره با ECU ارتباط برقرار میکنه. و چند لحظه صبر کنید. بله ارتباط برقرار شد.
خب ECU که ارتباط برقرار شد. بله ببخشید حالا ویدیو هم یکم خوب نیست. ما میریم ببینیم اصلا کالیبراسیون انجام شده یا نه. بله کالیبراسیونی که انتخاب کرده بودیم 28A06 B0943A هستش. با موفقیت ECU کالیبراسیون انجام شد، رایت شد. حالا من ECU رو در میارم که ویدیو زیاد طولانی نشه، ببخشید. خب یه دونه ECU سری 16 رو من که تازگی وارد بازار ایران شده و تمامی دامپ های این ECU ها دسته‌بند هستش رو وصل میکنم. چند لحظه ما ولتاژ رو قطع میکنیم و دوباره وصل میکنیم. خب دیاگ اصلی هستش، قابلیت پروگرام کردن رو داره و میریم برای ECU فلش. خب ECU فلش ببینید بعد دوستان تمامی کالیبراسیون ها دسته‌بنده هستش. شما هر چیزی که بخواید دسته‌بنده هستش. تمامی کالیبراسیون های یسون دسته‌بنده هستش. خب ببینید اصلا کالیبراسیونی که قبلا ریخته شده چی هستش. خب ECU فکر کنم قبلا هم کالیبراسیونش رو عوض کردم. حالا میریم ببینیم مثلا کدش چیه. خیلی از دوستان میان میگن آقا شما کدش رو عوض نکردی و چی. البته اشخاصی که بنده رو بشناسن میدونن که بنده کدش رو میتونم عوض کنم. خب کد اصلی که روی ECU هستش فعلا 28S16B0927A هستش که ما میریم کد رو عوض میکنیم انشالله به امید خدا. بله ECU که مشاهده کردید و کالیبراسیونش رو ببینیم. بنده تمام کالیبراسیون رو در اختیار دارم. حالا کالیبراسیونش رو عوض میکنیم و کالیبراسیون اصلی خودش فکر کنم 28S16B0945 بود. حالا ما 28S16B0945A رو انتخاب میکنیم و میریم برای رایت کردن. بله ECU در حال رایت کردن هستش، وصل هستش. متاسفانه قطع شد. خب ECU در حال رایت شدن هستش. این دستگاه خوبی هستش. فکر کنم تعداد خیلی کمی هم در ایران موجود هستش. من یه دونه این کابلی که من ساختم میتونید باش ECU سری MS38 رو هم رایت کنید. تمامی برنامه‌های ECU های یسون، تمامی دلفی ها، MT05 MT052 MT053 و ECU های MS38 موجوده. دوستانی که خدای نکرده با دستگاه های ایرانی ECU خاموش میکنن حین دانلود زدن، بنده میتونم باهاشون روشنشون کنم بدون مشکل. از این بابت نگران نباشید. ECU هایی که مشکل نرم افزاری دارن خیلی راحت بنده میتونم دوباره براتون راه اندازی بکنم. عذر میخوام دوستان، یکی هنگام ضبط ویدیو اومد داخل، من ناچار ویدیو رو لحظه قطع کردم. خب ECU در حال رایت هستش. خب ECU کامل پروگرامر شد. حالا میریم کالیبراسیونش رو بررسی کنیم ببینید اصولی کار برای رایت کردن، کلا رید و رایت کردن اینه که 10 ثانیه ولتاژ رو کلا قطع کنید. ECU وصل هستش و خب دیاگ رو وصل میکنیم، وصل هستش و ببخشید ویدیو یکم الان دیاگ رو و میخونه، وصل هستش کامل.
بله کالیبراسیون رو نگاه میکنیم، ببینیم چه کالیبراسیونی ما ریختیم. بله ECU 28S 1620 0945 کالیبراسیون با موفقیت تغییر کرد. اصلا دوستان نگران نباشید، بنده بازم عرض کنم خدمتون تمامی کالیبراسیون رو دست بنده هستش و اینا فقط گوشه ای از کالیبراسیون های سری 16 هستش. ارتباط این نوعی ECU ها از طریق کن باس هستش. خدا قوت، خسته نباشید.